مسافرایی که تشریف میارن وقتی که وارد میشن در حقیقت میتونم بگم راننده تاکسی تابلو جزیره هستن. بله. چون مسافری که وارد میشه اولین برخورد و اولین کسی که بهش مراجعه میشه راننده تاکسیه و آخرین نفرم باز راننده تاکسیه. ما معمولا حالا با مسافرها صحبت میکنیم، ضمن که حالا یه سری اطلاعاتی بهشون میدیم در رابطه با جزیره کیش. نظرشون هم میخوام این که وقتی ما میبینیم یه مسافری با رضایت کامل در جزیره رو ترک میکنه، این خودش بهترین خاطره و بهترین چیزی که میتونه برای راننده داشته باشه، چون ثابت میشه که ایشون کارشون خوب انجام دادن و کلا رانندگان تاکسی که جا داره من اینجا خسته نباشه به همشون بگم. بله، خدا خوب بله دارن و این خودش خیلی لذت بخشه که ما ببینیم مسافر با رضایت خاطر از جزیره تشریف میبرن. سختی‌ها رو چجوری شما تحمل میکنید تو روزایی که اینقدر مشغله هاتون بالاست و میگم با وجود آب و هوای گرم جزیره؟ خب چیزی که هست هر بالاخره سختی همون رضایت مسافر خودش باعث میشه که ما دلگرمتر به کارمون بشیم، به خاطر اینکه هدف ما رضایت مسافرانه و سعی میکنیم که در این مدت که اینا تشریف دارن در جزیره بتونن از امکانات خیلی خوب استفاده کنن، خاطرات خوب براشون رقم بزنید. بله و این خاطرات خوب ما حتی داشتیم که مسافری که رفته بار چندمش برمیگرده بازم به ما تماس گرفته و ابراز رضایت کرده و بازم در خدمتشون داره. این خودش خستگی ما از این طریق میتونه کنارتون هستیم با این پیش برنامه‌ای که به طور زنده و همزمان از قاب شبکه کیش تقدیم نگاه‌های شما میشه. اما یه سوال دارم ازتون، چقدر به دشت اول صبح اعتقاد داریم؟ این که میگن روزی و اول صبح پخش میکنن، یه جمله خیلی قشنگ بشنویم. میگه که یکی از اعتقادات من در هر روز صبح دشت اول صبحی است. خیلی مهم است کرایه اول صبح رو از دست چه کسی بگیرم. اگر آن فرد دستش سبک باشد آن روز برایم خیلی خوب میشود. این بخشی از کتاب تاکسی نامه است که داریم به اتفاق هم میبینیم، نوشته جناب آقای قاسمی بزرگوار که ایشون خودشون یکی از رانندگان دوست داشتنی و زحمتکش و بزرگوار جزیره زیبای کیش هستن. آقای قاسمی، راننده تاکسی، نویسندگی، چی شد؟ از کجا به کجا؟ خب این در حقیقت یه رابطه مستقیم داره، به خاطر اینکه این فضا رو برای من ایجاد کرد. راننده بودن تاکسی خودم این فضا رو برای من ایجاد کرد که با شرایطی که پیش می اومد و مسافرایی که بهم میخوردن بتونم به اصطلاح از این فرصت ها استفاده کنم و اینا رو به شکل یک حالا خاطره یا داستان بنویسمش. از اونجایی که خب حتی وقتی من پشت فرمون بودم فکرم همیشه به این بود که اینا رو به یک شکلی تجمع کنم و در یک کتابی به چاپ برسونم تا بتونم یه مفرح باشه برای دیگر اونایی که میخونن بتونن از این کتاب استفاده کنن و بدونن که تو جزیره کیش یه راننده تاکسی به چه چیزایی میتونه برخورد داشته باشه در طول روز. و این باعث شد که این عقیده و این فکر در من به وجود اومد که اینا رو به شکل اول به صورت دلنوشته می نوشتم، ولی خب به مرور زمان که زیاد شد سعی کردم اینا رو در قالب یک کتاب گنجانم که بله که به اسم تاکسی نامه، که تمام اتفاقات تو این کتاب همش در رابطه با خود جزیره کیش